سوگند به ناخن‌هایش نگاه کرد و لبخند رضایت‌آمیزی زد. سفیدی پوستش در زیر درخشش رنگ لاک نمایان‌تر از همیشه به چشم می‌خورد و بعد رو به سلا کرد و گفت: میدونی چیه سلدا؟ همیشه خدا رو شکر میکنم که علیرغم دوقلو بودنمون هیچ شباهتی به هم نداریم. تو شدی شبیه مامان با طرز فکر بابا، من شدم شبیه بابا با طرز فکر مامان. اگه شبیه هم میشدیم فاجعه میشد. و من مجبور بودم اسمم رو روی پلاکارد از گردنم آویزون کنم تا آمول بازی تو رو پای من ننویسن. سلدا خنده کوتاهی کرد و گفت: واقعا خدا رو شکر، چون اگه اینطوری میشد من اسمم رو روی پیشونیم خالکوبی میکردم. آخه از ظاهرسازی و عوام فریبی متنفرم. وقتی فکر میکنم منم عضوی از این خانواده پر افاده و ظاهر بینم واقعا از خودم خجالت میکشم. آخه زندگی با خانواده معتمدا فرصت خوب بودن رو از آدم میگیره. تمام کاراشون ظاهرسازیه. آدم مجبوره یا خودشو مثل اونا بسازه، درست عین تو، یا که اونا رو با 1000 تا مصیبت تحمل کنه، مثل من. سوگند ناباورانه گفت: به به، باریکلا، اینا شعارهای جدیده؟ تو باید افتخار کنی که مادر دزگه خانواده پرآوازه و سرشناسه، یه خانواده اجتماعی و با فرهنگ. همه دنبال چنین خانواده‌این. قرن ما قرن کلاس و تجدد خانم. اون وقت تو بر علیه شعار میدی؟ سلدا با تمسخر گفت: کلاس و تجدد. کلاس و تجدد یعنی در بروز احساسات ریاکاری کنی، یعنی به خاطر شهرت و آواز چشمت روی انسانیت ببندی، روی چیزایی که یه روزی جزئی از اعتقاداتت بوده. تو هنوز تو دوران دایناسورا زندگی میکنی. نه، من مخالف پیشرفت نیستم. تو فکر میکنی فرهنگ و تجدد و اجتماعی بودن توی ظاهر یا پول خرج کردنه؟ اصلا چیزی از فرهنگ میدونی؟ یا میدونی دایای متمول ما این پولا رو از کجا آوردن؟ سوگند ابرو در هم کشید و گفت: نه، منظور چیه؟ میخوای بگی هر کی جزئی از طبقه مرفه باشه کلاهبرداره؟ نه، من همچین چیزی نگفتم. اما تو خوب میدونی معامله‌گرای صادقی هم نیستن. یعنی دایاتو نشناختی؟ توی ظاهرسازی رو دست ندارن. زیرا به همدیگه رو که میزنن اون وقت از اون طرف جون پیشکش میکنن. سوگند لبخندی زد و گفت: خب دیگه چی؟ سلدا ادامه داد: تو خانواده معتمدا رو اجتماعی و با کلاس میدونی، چون همیشه سعی دارن بهتر از دیگران به ظاهرشون برسن، بهتر از دیگران لباس بپوشن، تفریح کنن، فخر بفروشن، حتی توی مراسم عزاداریشون هم به فکر رقابتن. به تنها چیزی هم که فکر نمی‌کنن شادی روح اون مرحومه. فقط تو این فکرن که مجلل‌تر و باشکوه‌تر از دیگران مراسمشون رو برگزار کنن تا بازم فخر بفروشن. بهترین و گرون قیمت‌ترین سنگ قبر رو سفارش میدن، مفصل‌ترین شام و ناهار رو سفارش میدن، غافل از اینکه اون مرده بیچاره اصلا به چیزی غیر از اینا نیاز داره. تو فکر میکنی لازم بود برای امروز تمام ماشینا رو با حلقه گل و روبان سیاه تزیین کنن؟ سوگند کمی روی صندلی جابجا شد و گفت: من که فکر میکنم اینطوری وقتی ماشینا پشت سر هم قرار میگیرن شکوه مراسم مادر بزرگ بیشتر میشه. سلدا پوزخندی زد و گفت: شکوه؟ به چه درد مادر بزرگ میخوره؟ مطمئنم به این همه ظاهرسازی لعن و نفرینم میفرسته. تازه اگه مامان میفهمید برق سنگ قبر گرون قیمت مادر بزرگ زیر اون همه حلقه گل به چشم نمیاد و گم میشه، بگه حلقه گل بسنده میکرد. سوگند با بی‌حوصلگی گفت: خب حرفاتو شنیدم. این همه سخنرانی کردی تا فامیل تو مسخره کنی؟ من فقط میخوام به تو بفهمونم که داری در مورد اونا اشتباه میکنی. سوگند شیشه لاکش را برداشت، از جا برخاست و گفت: من و تو در این مورد هیچ وقت با هم به تفاهم نمیرسیم. در ضمن هر کس سلیقه خودشو داره، دوست داره برای خودش زندگی کنه. تو هم بهتره به جای آماده کردن یه متن دیگه واسه سخنرانی زودتر آماده بشی. من زیاد منتظرت نمیمونم. سلدا رو به آینه کرد و به تصویرش در آینه گفت: کی گفته در و تخت با هم جور در میاد؟ مسعود فروغ، استاد دانشگاه، از یه طبقه متوسط جامعه با کلی اختلاف سلیقه، سالها سال با مادرم افروز معتمد، تک دختر یکی از سرمایه‌دارها زندگی میکنه. شاید این همه سال خانواده رو تحمل کرده تا آرامش ما رو به هم نزنه. شاید عشقش به مامان باعث شده که خیلی چیزا رو تحمل کنه. شایدم. پایان بخش دوم.